حضور شما بینندگان عزیز، علاقمندان به فوتبال، عرض سلام و ادب و احترام دارم. اینجا ورزشگاه تختی آبادان، محل برگزاری دیدار تیم‌های صنعت نفت از آبادان، استان خوزستان و داماشیان رشت از استان سرسبز گیلان. تقابل فوتبال شمال و جنوب در مهد فوتبال ایران آبادان. صنعت نفت با لباس‌های زرد در سمت راست و سفیدپوشان داماشیان رشت یا همون داماش گیلان که تغییر نام پیدا کرده در سمت چپ گیرنده‌های خودتون ملاحظه می‌کنید. این حسین شنانی است، یکی از بهترین های نفت آبادان است. فرصت برای صنعت نفت هنوز یک دقیقه نشده. خراسانی میفرسته، فرصت برای صنعت نفت هست و میتونه دروازه باز بشه. در همین ابتدای بازی ضربه که زده میشه، مرداد هدایتیان زد، در برگشت یه بار دیگه نفتی ها میتونه دروازه باز بشه. خطا پشت محوطه جریمه گرفته میشه. سعید ابراهیم پور. نفت خوب شروع کرد، در چارچوب دروازه داماشیان هست. کیخسرو سیاهپور، محمد امینی، سید علیرضا ابراهیمی چهره شناخته شده است، پرسپولیس هم بود، مثل محمد شریفی اونم بازی کرد و رضا آذری و بایرامی بازیکن معروفشون هستن. اینجا بود ضربه که زده شد توسط مرداد هدایتیان. در برگشت اینجا قهرمانی ضربه سر رو زد، یه بار دیگه سیفی و واکنش ابراهیم پور. در دقیقه 1 بود. محمد شریفی، مرداد بایرامی، هادی رفسنجانی، سامان مهرابی زاده، رضا زاهد تبار، رضا آذری و محسن انبساطی. این تماشاگرانی هستند که در جایگاه‌های مختلف ورزشگاه تختی در دو ضلع شرقی و غربی ورزشگاه تختی آبادان نشستن. کم کم تعدادشون داره زیادتر هم میشه. از این نما هم ببینید حرکت سیفی، ضربه‌ای که زد و واکنش ابراهیم پور. اما نفت آبادان با کورش ملکی مثل بازی‌های گذشته، عرفان قهرمانی، رضا علیاری، مرتضی خراسانی، مرداد هدایتیان، حسین شنانی، مجتبی لطفی، میلاد کمندانی، رضا مقانلو، محسن سیفی و متین کریمزاده بازیکنان فراز کمالوند و نفت آبادان رو تشکیل میدن. میثم عباسپور داور بازی است، غلامرضا محمدی، علیرضا شهرانی کمک اول و دوم و امیر حسین یزدانی داور 4. فراز کمالوند به دنبال پیروزی دیگر در آبادان، سرمربی که به هر حال خوب نتیجه گرفته و این صنعت نفت به سبک کمالوند میشه گفت بازنده نشدن رو تمرین میکنه. تیم با انگیزه شاداب برای صعود به لیگ برتر. فرار عالی نفتی ها در سمت چپ، توپ برای داماش به بیرون رفته. دو بازی تمام شد در آستارا و تبریز. شهرداری آستارا نیروی زمینی 0-0 شد، مثل سنگون باخت 2-0 از فجر. فرار عالی، جایی که متین کریمزاده با تجربه، بازیکن بوشهری که در استقلال هم بازی کرد و بازی‌های آسیایی رو انجام داد. چند بازیکن با تجربه در ترکیب نفت آبادان حضور دارن. میشه گفت دو تیم صنعت نفت آبادان و داماش دو تیمی هستن که زیاد بازیکن با تجربه دارن و از لحاظ بازیکنی که در لیگ برتر بودن این دو تیم هست. و کرجی بردوفلازاده هم که مصدومن، ابوالفضل عکاشی که پروندهش رفته کمیته استیناف. اون شکایت فجر سپاسی برای تبرئه شد صنعت نفت آبادان با رأی کمیته انضباطی. شنانی در کنار خراسانی و سیفی. نفت امروز 3-4-3 داره کار میکنه. اینجا بود لطفی فرستاد، برای شنانی خطا کردن. پرچم بالاست.
مثل کرمان نفت مسجد سلیمان یکیه که این متین کریم زاده است. در سمت چپ کار میکنه، سمت راست هدایتیان هست. این سعید ابراهیم پور هست، گلری که دریای بابال هم بازی کرده. عرفان قهرمانی، مجتبی لطفی و علیاری 3 مدافع نفت آبادان هستند. هدایتیان راست، چپ کریم زاده، مقانلو و کمندانی هافک‌های وسط هستند. سیفی، خراسانی و شنانی جلوان که میشه گفت خراسانی مهاجم هدف هست. فرار در سمت راست، خطا برای داماشیان. مرداد بایرامی بازیکن ناماشنایی است. پرسپولیس بوده، تراکتور بوده، ماشین سازی. اینجا بود، خطاشو اعلام میکنه آقای میثم عباسپور، اشاره میکنه به محمد امینی که از جایی که خطا شکل گرفته ضربه زده بشه. سمت چپ و راست خط دفاعی از شهر راز گرفته تیم داماشیان، یعنی همین بازیکن محمد امینی و کیخسرو سیاپور رو از شهر راز شیراز گرفت. ارسال به روی دروازه، ضربه سر از خط دفاعی، برگشت داد متین کریم زاده در دایره میانی. رضا آذری، فرصت برای گل صنعت نفت دقیقه 8 میتونه دروازه رو باز بکنه. نفت آبادان، ضربه که زده میشه. مرتضی خراسانی، همه چیز مهیا بود برای بازیکن نفت آبادان و مهرداد هدایتیان. دقیقه 8 این بازیکن خوزستانی میتونست نفت آبادان رو جلو بندازه. ضربه کرنر برای نفت آبادان هست. سرزنها اومدن جلو. 5 بازیکن صنعت نفت اومدن در محوطه. کریم زاده میفرسته روی تیر دوم، مش میکنه. فرصت برای نفت آبادان خراسانی هست، میتونه دروازه باز بشه و ضربه عرفان قهرمانی. این مدافع سرزن، شوتزن و میشه گفت طراح فرستاد، خوب هم فرستاد، متین فرستاد. اینجا بود که اثر گذاشت. خراسانی با پای راست زد، یه ضربه سر، همه چیز مهیا بود برای نفت گل بزنه. 2 بار نشد. ببینید بار سوم چه اتفاقی میفته. دقیقه 9 0-0 کنعان طاهر نژاد مصدومه. دفاع داماش، شنانی روی زمین هست، اعتقاد به خطا نداره. جناب بازی رو عوض میکنه سمت چپ. امینی، بایرامی در سمت چپ، زاهدپور در سمت راست هست، آذری و شریفی هم وسط. ترکیب از بازیکن جوان. فرار عالی، آفساید نبود. خراسانی تو سر توپ زد. اینجا بود که یه گل رو نجات داد علی ابراهیمی با تجربه. خطای بازی خطرناک از آذری. این بازیکن بلند قامت همیشه بازی‌های تیم‌های نفت آبادان داماش خوب بوده و اگه یادتون باشه یک سالم صعودشون گره خورد بازی فینالگونه شون چند سال پیش که نفت صعود کرد به لیگ دهم. در آبادان 5-1 نفت برد، در رشت هم 2-1 برد و جواز صعود رو گرفت صنعت نفت آبادان اون سال. رضا علیاری
کمندانی. داماشیان یک برد داشته در مسجد سلیمان. فرصت برای نفت، ضربه سر از مدافعین، فرصت برای صنعت نفت و شنانی. تکنیکیست خیلی خوب ضربه‌شو زد، میتونه دروازه باز بشه. چقدر خوب زد این متین کریم زاده، خیلی خوب حرکت کرد، خیلی خوب آماده است با پشت پا، یه کار قشنگ با پای چپ زد، توپی که خورد به تیر دروازه به عمود زد. این بار سوم تیر دروازه اجازه نداد دروازه داماشیان باز بشه در آبادان. از این نما هم ببینید کار خوب. و این ور خراسانی، فرصت برای نفت، اون سمت حرکت کرد هدایتیان. شما صحنه آیسته رو دارید میبینید، ضربه عالی متین رو، تو بیرون رفت، بازی رو نگه داشت. تشویق میکنند مرداد هدایتیان رو. تیمی که خوب مساوی میگیره. داماشیان یه برد داشته در مسجد سلیمان، یه باخت اونور و بازی ها مساوی بیشتر. تک زده میشه، باز هم بازیکن نفت آبادان علیاری 6 بازی رو مساوی کرده بیرون. در مجموع خوب نتیجه گرفته داماشیان. 4 بازی در رشت رو مساوی کرد، 4 بازی بیرون هم یه برد و یه باخت و مساوی. 5 امتیاز بیرون، 4 امتیاز در رشت، 9 امتیازی است. صنعت نفت 17 امتیازی است. در شیراز نتیجه برای صنعت نفته 1-0 مثل شهر بابک باخته. دقیقه 72 در صورت برد نفت آبادان، نفت امشب صدرنشین میشه. مثل کرمان، نفت مسجد سلیمان 1-1، آریو اسلامشهر پارس جنوبی 1-1، سایپا 1-0 جلو از شهرداری نوشهر. پالایش نفت بندرعباس 2-0 برده بعثت کرمانشاه رو. 10 گل زده شد در 8 بازی. یه بازی هم فرداست. پشت مدافعین فرار، خطاب برای صنعت نفت هست. بیشتر بازی ها مساوی شدن در آستارا و کرمان و اسلامشهر. بازی ها مساوی است و همه چیز مهیاست برای برد نفت آبادان. اینجا بود خطای رضا زاهد تبار اعلام میشه روی هدایتیان. بازی ادامه داره، آوانتاژ خوب از آقای عباسپور. متین کریم زاده، کمندانی، ارسال به روی دروازه، فرصت برای خراسانی هست. همچنان موقعیت داره در محوطه جریمه. پرتاب برای صنعت نفت هست. یه بازیکن روی زمین هست. هر دو تیم ترکیبی از بازیکنان با تجربه و جوان رو استفاده میکنن. در ترکیب مشخص کاملا بازیکنانی که در استقلال و پرسپولیس و تراکتور و تیم‌های دیگر لیگ برتری بودن در ترکیب هر دو تیم. این رضا مقانلوس، نفت مسجد سلیمان، سایپا و الان صنعت نفت. دو تیم نفتی بازی کرد در خوزستان. این هافبک میانی، یه درگیری پیش میاد اونور. حسین شنانی است و ابراهیمی جدا میکنن اونور. علیاری، لطفی
خوشبختانه مشکلی نیست. فرا میخونه دو بازیکن خاطی رو، یعنی علیرضا ابراهیمی و رضا علیاری رو. بازیکنایی که سالها دارن فوتبال بازی میکنن. به هر حال این اتفاق افتاد در محوطه جنگ. پرتاب بلند مقانلو برگشت از چند متر جلوتر، باید پرتاب انجام بده. فکر کنم باز میخواد دورخیز کنه و یا پشتک بزنه و پرتاب بلند روی تیر اول. خراسانی در پی توپ هست. کمندانی اجازه نمیده ضد حمله بخوره نفت آبادان. توپ رو به بیرون میفرسته تا خط دفاعی شکل بگیره. صنعت نفت 3 برد 1 مساوی در آبادان، 10 امتیاز گرفت. بیرونم 2 برد و 1 مساوی، 7 امتیاز، 17 امتیازی است. شرانی لب خط پا عوض میکنه، کنارش کریمزاده حرکت کرد. بازی ادامه داره. توپ بلند از روی سر مدافعین حرکت میکنه. یه بار دیگه فرصت برای بازیکنان داماشیان. واکنش عالیه کورش ملکی، عالی بود روی این صحنه. یه لحظه خط دفاعی تعلل کرد و این گل رو با تجربه موفق اینجا بود با کف دست خودش نجات داد و قهرمانی به زیر توپ زد. آقای کلینشیت لیگ 1 هست، با تجربه و چند تا صعود داشته. خیبر خرم‌آباد، شمس آذر قزوین، نفت مسجد سلیمان، سپیدرود رشت، سایپا، مصر رفسنجان و حالا صنعت نفت. و این واکنش عالیه کورش ملکی، گلر محبوب کمالوند به دنبال رکورد تاریخی در نفت آبادان. برای اولین بار در گسترش فولاد تبریز بازی کرد با خود فراز. در 1/3 خط دفاعی کیخسرو سیاپور به زیر توپ میزنه. اینجا بود کریمزاده حرکت کرد و خطایی که اعلام شد روی ابراهیمی. لطفی فرستاد، بدون کامل میزنه اونور کمندانی. تو برای نفتی هاست، مرتبا تشویق و نفت آباد. یه توکه پا همه چی رو عوض میکنه. یه بار دیگه لطفی علیاری به دنبال بازیکن خودیست، راه بسته است. یه بار دیگه بازی سازی در خط دفاعی توسط خود قهرمانی لطفی و علیاری. پرسپولیس سپاهان در لیگ برتر
صنعت نفت مثل شهر بابک در لیگ آزادگان، تیم‌های اول و دوم لیگ فوتبال ایران هستند. باز هم مغانلو باز هم پرتاب‌های بلند. ببینیم این بار چه اتفاقی میافته. یه پشتک، بار سوم در محوطه جریمه، فرصت برای گل نفت آبادان در دهان دروازه. این بار سیفی ضربش رو زد، خیلی خوب فرستاد. پرتاب هایی که خیلی خطرناک هستند و یه اشاره میتونه کار دست تیم حریف بده. پشت محوطه جریمه، ضربه که زده میشه، باز هم واکنش عالیه ملکی. اعتراضش به بازیکنان که اجازه دادن شوت زده بشه. برای بار دوم نجات داد دروازه نفت آبادان رو کوروش ملکی. یه نگاه کرد، یه ضربه زد سامان مهرابی زاده. واکنش عالی ملکی. توپ به کرنر رفت از سمت چپ دروازه نفت آبادان. باید محسن انبساطی ملوان بازی کرده با پای راست روی تیر اول. برگشت توپ از خط دفاعی، بازی کنه با سعید ابراهیم پور. سیفی و خراسانی به دنبال توپ هستند. قطع ارتباط از نفتی ها. توپ نصیب خط دفاعی نفت آبادان میشه. لطفی مغانلو، توپ برای نفت آبادان هست. اینجا بود که حرکت کرد و ضربه‌شو زد سامان مهرابی زاده. واکنش عالی ملکی. توپ به کرنر رفت. اعتراض فراز کمالوند. کار خوب نفتی ها. خراسانی حرکت کرد و خطا. فراز کمالوند ایستاده دنبال میکنه اون سمتم که در غیاب حمید درخشان که 2 هفته سر تمرینات نرفته، به گفته خود باشگاه داماشیان با آبادان هم نیومده و رحمان جانشالو که مربی تیم ملی نوجوانان بود و دستیار آقای درخشان هست، همراه سعید آیین و احمد احمدی هدایت میکنن تیم داماشیان. فرصت برای نفت. خراسانی، کریم زاده، علیاری، لطفی، کمندانی، متین کریم زاده، علیاری، تو بلند، ضربه سر کیخسرو سیاهپور. تو برای نفت به بیرون رفته. بازیکن شماره 2 کیخسرو سیاهپور شهر راز بود و باز هم برای چندمین بار، یه بار خیلی
خطرناک فرستاد. باز هم رضا مقانلو. یه پشتک روی تیر 2 این بار. پشت محوطه جریمه توپ نصیب لطفی میشه. بی نتیجه است. توپ برخورد کرد به خود سیفی. فعلا تیم های مثل شهر بابک، صنعت نفت، پیکان، فجر تیم هایی هستن که هم امتیاز هستند. تا این لحظه صنعت نفت میتونه با یه 3 امتیاز بره در صدر، چنانچه نیمی از جدول لیگ مدعی هستند. اینجا بود خطای شنارو رو اعلام کرد روی کیخسرو سیاهپور و سعید ابراهیم پور بازی رو شروع کرد. قهرمانی توپ رو به بیرون میفرسته. بغیر از این 4 تیم خدمتتون عرض کردم هم امتیاز هستن. آریو اسلامشهر، پارس جنوبی، بعثت کرمانشاه، سایپا و شهرداری نوشهر رو هم حساب کنید. نیمی از جدول مدعی هستند. یه بار دیگه خود سیاهپور میخواد دورخیز کنه. شما نجفی، مهدیخانی، خدایی، بهزادی، قاسملو و هاشمی رو بینید. نیمکت داماشیان رو پرتاب روی دروازه نفت آبادان. حرکت انبساطی، فرار عالی نفتی ها، سرعت بالا. 3 مقابل 3، یه نفتی دیگه اضافه میشه. 4 مقابل الان اضافه شدن. 6 فرصت برای صنعت نفت هست. کمندانی شوتزن، فرصت برای گل نفت آبادان. باز هم ابراهیم پور. یه بار دیگه نفتی ها، مقانلو. نفتی ها عزم خودش رو جذب کردن برای صدرنشینی در بازی امشب. بازی رو نگه می‌داره. اعتراض فراز کمالوند، پاس عالی توسط کمندانی، ضربه سیفی. کاملا مشخصه آقای کمالوند، آقای آذرنیا اعتقاد دارن روی توقف بازی. میشه گفت سرعت بازی رو گرفت با این حرکت. نفتی ها داشتن حمله میکردن. آقای اصغر مازیار، سلمان تاجدار، امید شریفی نسب، بابک عبادی، علی یزداندوست و این برم امید صالحیان اعضای تیم کادر فنی رو تشکیل میدن. پاس عالی کمندانی خیلی خوب فرستاد. اینجا بود که نجات داد دروازه داماشیان رو. این گلری که الان روی زمین هست یعنی سعید ابراهیم پور. همتای اون کوروش ملکی با تجربه 2-3 تا واکنش خوب رو نشون داد. ببینیم امشب دروازه کدام تیم و کدام دروازه‌بان باز میشه. تا این لحظه که 30 دقیقه گذشته، نیم ساعت. علی خدایی، بهزادی، قاسملو، هاشمی، مهدیخانی، بازیکنه که روی نیمکت هستند و همچنان فراز کمالوند صحبت میکنه با امیر حسین یزدانی، داور 4م. آقای کوروش غریبی هم که ناظر بازی است. رحیم مهرپیش هم از داوران قدیمی با اون ناظر داوری است. نفت داشت حمله میکرد که بازی رو نگه داشت.
یه بار دیگه خراسانی. خط دفاعی ابراهیمی و ابراهیم پور. لطفی فرستاد. شنانی حرکت کرد بر خراسانی، تو سر توپ زد، یه بار دیگه به تو زد، توپشو گرفت رضا آذری، خیلی خوب توپو گرفت اونور. مرداد هدایتیان، مرداد بایرامی، انبساطی، محمد امینی مدافع چپی که توپ رو فرستاد، یه بار دیگه محمد امینی، سعید ابراهیم پور، علیاری، موفقتر کمندانی، خراسانی. خطا برای صنعت نفت، نزدیک به صحنه بود آقای عباسپور. در تصویر دید داور بازی رو. یه بار دیگه کمندانی طراح، متین کریمزاده، ارسال و توپی که به بیرون رفت. این بازیکن، دو بازیکن چپ و راست دارن بازی میکنن، عملکردشون خوب بوده در بازی امشب. کریمزاده و هدایتیان اضافه میشن به سیفی و خراسانی و شنانی. امینی، موفقتر نفتی های آبادان، هدایتیان، باز هم نفتی های آبادان از سمت راست، ارسال، فرصت برای شنانی، میتونه ضربهشو بزنه و خط دفاعی توسط هادی رفسنجانی توپ رو سراسیمه به بیرون میفرستن. بازی رو شروع میکنن نفت آبادان. یه بار دیگه مقانلو، علیاری، قهرمانی، تشویق بی امان تماشاگران آبادانی. اعتراض کادر فنی. الان اینور داماشیان دارن اعتراض میکنن. این تصویر تماشاگران آبادانی است. چراغ فوتبال هنوز در آبادان روشنه. میشه از حضور تماشاگران فهمید در آبادان چراغ فوتبال و امید هنوز روشنه و زنده است. جلوه جالبی ورزشگاه تختی آبادان داره. یک پیغام داره. حضور این تماشاگران واضح است. بازگشت برزیلیا به سطح اول فوتبال ایران با نتایج خوبی که بگیره. ارسال، فرصت برای نفت آبادان، توپی که بی نتیجه است و از مقابل دروازه سعید ابراهیم پور باید شروع بشه. فراز کمالوند 5 برد داشته و الان به دنبال 4مین بردش در آبادان هست. 3 برد در آبادان، 2 برد مقابل پالایش نفت بندرعباس و شهرداری نوشهر در بندرعباس و کرج. بایرامی حرکت کرد، کریمزاده اجازه نداد، توپ رو فرستاد اون سمت جایی که محمد امینی هست. ضربه سر رضا زاهد تبار، پرتاب انجام میدن. محمد شریفی، کیخسرو سیاپور،
ضربه سر رضا علیاری، سابقه حضور در نساجی، فجر، هوادار، سایپا، راهن، گلگوهر رو داره این رضا علیاری و همیشه هم در ترکیب ثابت بوده. پرتاب انجام میدن در گوشه زمین. رفسنجانی توی بلند میفرسته، متین کریمزاده اثر گذاشت، شنانی خواهد را بندازه اینور خراسانی رو، توپ رو به بیرون میزنه، رها میکنن تا فکر کنم خود مغانلو یه بار دیگه این کار رو انجام بده. سید علیرضا ابراهیمی رو میبینید، کاپیتان داماشیان رو. باز هم مثل پرتاب های چند دقیقه پیش، یه پشتک روی تیر 2، فرصت برای نفت پشت محوطه جریمه. خوب قطع کرد هدایتیان، اجازه نداد ضد حمله شکل بگیره. جوراب نفتی ها امشب آبیه به خاطر داماش، از رنگ دوم خودشون استفاده کردن نفتی های آبادان. مهمان نوازی رو برای داماشیان گذاشتن و رنگ دوم رو انتخاب کردن تا داماشیان همون کاملا سفید پوش به زمین میان، چون میزبان حق داره لباس اول خودش رو بپوشه. ملکی پرچم بالاست. دقیقه 39 صنعت نفت آبادان داماشیان رشت. رحمان جان شاهلو رو میبینید، دستیار آقای درخشان که هدایت این تیم رو بر عهده داره در بازی امروز در غیاب آقای حمید درخشان، کاپیتان سابق پرسپولیس و تیم ملی که با آبادان نیومده. برای تیم‌های داماش، سپیدرود، تیم‌های ریشه‌دار فوتبال گیلان هستند و ملوان که خوب نتیجه گرفته ملوان در لیگ برتر. برای تیم‌های ریشه‌دار فوتبال کشورمون هستند و کاملا مشخص از حضور تماشاگران. تیم‌هایی نیستن که یک دهه حضور داشته باشن در فوتبال یا چند سال تیمداری بکنن و نامی بذارن و برن و منحل بشن. تیم‌های اصیل فوتبال ما هستند در شمال و جنوب و همیشه بازی‌های خوبی رو به نمایش گذاشتن. دقیقه 40 کمندانی، شنانی گرفت، فرستاد برای خراسانی، سمت چپ متین کریمزاده پا عوض میکنه، جا میذاره یارو مستقیم خودشو، فرصت برای نفت و پرچمی که اونور بالا رفته و توپ برای داماش هست. باز هم فرار این چهره، یعنی متین کریمزاده آزار داده سمت راست خودشو، اینجا کیخسرو سیاهپور رو و رضا زاید تبار رو، دو بازیکنی که مستقیم میشه گفت سر و کار داره باشون این متین کریمزاده. قهرمانی یه سر زد، علیاری دومی رو زد سمت راست، حرکت توسط هدایتیان، خطا برای نفت. اعتراض سامان مهرابی زاده، یه کارت زرد میگیره. اولین بازیکن اخطاری این بازی بازیکن شماره 46 سامان مهرابی زاده است.
تک مهاجم امشب داماشیان. قامت خوبی داره و تک مهاجم امشب سیستم 4-5-1 داماشیان. محمد شریفی در سمت راست، اجازه نمیده رضا علیاری. احساس ناراحتی میکنه دستش. یه برخورد اونور تو برای نفتی هاست. امیدواریم علی عبدالله زاده هم برگرده به بازی ها. مصدوم مدافع آبادانی که یکی از مدافعان خوب نفت آبادان هست، با جذب بازیکنی که گرفته، یعنی بازیکنی که میان جایگزین میشن خیلی عالیه و میشه گفت کمبودی رو احساس نمیکنه کادر فنی. الان امشب قهرمان لطفی و علیاری، شبای گذشته یادتونه چندین بازیکن در ترکیب بودن، مثل الان سنگرگیر نیست، علی عبدالله زاده مصدومه، حسین بغلانی الان روی نیمکته، بابک مرادی، شهرام سالاری، بازیکن با تجربه هستن که روی نیمکت نشستن و دست مربی پر هست برای تغییرات. قهرمانی ببینیم در نیمه نخست چه اتفاقی میفته. جنای بازی عوض میشه. شنانی توپو گرفته، کنارش متین کریم زاده هست، فرصت برای نفت آبادان و شنانی سمت چارچوب زد، توپشو گرفت سعید ابراهیم پور. حسین شنانی شماره 10 نفت آبادان. سه تا حسین آبادانی داره نفت، این شنانیه که در زمینه. یه حسین سنگرگیر گل 3 امتیازی زد، یه حسین بغلانی که روی نیمکته. محمد امینی، رضا آذری رو به عقب، ابراهیم پور. پرس رو خوب انجام میدن نفتی ها. فرصت برای صنعت نفت و شنانی، ضربه که زده میشه. دقیقه 44 بود. حسین شنانی خودش هم ناراحته. خوب پرس کردن، اجازه ندادن بازیسازی رو انجام بدن. ضربه‌ای که زد شنانی، میتونست بهتر از اینها به توپ ضربه بزنه. حسین شنانی کنارش خراسانی بود و سیفی. اینجا بود که خراسانی رفت، کمندانی گرفت پشت محوطه جریمه و این ور فرصت برای بازیکنان داماشیان است. پشت محوطه جریمه همچنان موقعیت دارند. پشت محوطه جریمه ضربه رضا آذری رو میگیره این بار. کوروش ملکی. دقیقه 45 هست. از دروازه بیرون میاد و ابراهیم پور کارت زرد برای شنانی. میگه عمدی در کار نبود. 3-4 دقیقه رو باید بگیره حداقل وقت اضافه. 4 دقیقه زمان تلف شده. اینجا باید کارشناس داوری باید نظر بدن. اینجا بود که اعتقاد داره برخوردش عمد بوده. حسین شنانی بازیکنی که یه کارت زرد گرفت، اینجا اسکورت کرد سیاهپور و یه کارت زرد رو گرفت. برخورد پیش نیومد اونور.
یزدانی داور چهارم صحبت میکنه. یه بر اعتراض آقای صالحی، خودش ناظر بازی‌های لیگ برتر هست سالها، یک کارت زرد رو الان به فراز کمالوند میده. دست به جیبش خیلی خوبه امشب آقای عباسپور. اینجا با زانو فرستاد و کارشناس داوری باید نظر بدن روی این صحنه. میثم عباسپور آخرین فرصت ها برای صنعت نفت. باز هم شنانی به تو میزنه. متین کریمزاده ضرب توپ زیاده. به یزدانی و اونورم آقای کوروش غریبی است ناظر. کاملا مشخصه، میگه که اعتراض کردیم که شما داور رو فرا خوندید و یه کارت زرد گرفته اونور. حرکت توسط مهرابی زاده. زاهد تبار قهرمانی با اون حرکت کرد. توپ برای نفت آبادان هست در سمت راست. 4 دقیقه‌ای که وارد دقیقه سوم شدیم. صدای همه رو در آورده با سوت‌هایی که زده آقای عباسپور. خدمت عرض کنم هر دو تا نیمکت اعتراض دارن. خب آوانتاژ میده خراسانی. فرصت برای صنعت نفت، میتونه گل زده بشه برای نفت آبادان. نه، اینجا میگه باید اخطار بگیره بازیکن خاطی. آوانتاژ داد، خراسانی حرکت کرد و بازی ادامه داره. ثانیه‌های پایانی است. شنانی بود، حرکت کرد. میتونست کارت زرد رو بگیره و کارت زرد رو داد به محسن انبساطی. اونجا آوانتاژ داد و زمانی که ضربه زده شد این بازیکن کارت گرفت. مجموع 4 کارت زرد. مهرابی زاده، انبساطی برای داماشیان، شنانی و فراز کمالوند برای نفت آبادان. آخرین توپ برای صنعت نفت در نیمه نخست. شما بازی رو به طور زنده و مستقیم از شبکه آبادان دارید می‌بینید. کمندانی، ثانیه‌های پایانی. به ساعت خودش نگاه میکنه آقای عباسپور. سمت راست هدایتیان به تو میزنه بازیکن نفت آبادان. گوشی زمین، ارسال روی تیر دوم. یه لحظه اشتباه پشت محوطه جریمه. فرصت برای کمندانی هست. یه بار دیگه بازیکن نفت آبادان ضربه‌ای که زده میشه. همه چیز نشد 0-0 مساوی. کمندانی ساخت پرداخته کرد. یه بار دیگه چپ پای نفت. متین به این و فراز کمالوند رفت به سمت آقای میثم عباسپور. اعتراض کادر فنی نفت آبادان، امید شریفی نسب، آقای آذرنیا، بابک عبادی دارن صحبت میکنن. یک نیمه 0-0. نیمه دوم رو انشالله در خدمتتون خواهیم بود. از ورزشگاه تختی آبادان با شما خواهیم بود.
زنده و مستقیم از طریق شبکه آبادان با شما هستیم با پخش مستقیم دیدار تیم‌های صنعت نفت و داماش گیلان در ورزشگاه تختی آبادان. من تغییری در ترکیب دو تیم نمی‌بینم. هر دو تیم با همون ترکیب نیمه نخست دارن بازی میکنن خدمت اون دسته از عزیزانی که از این لحظه پای گیرنده خودشون نشستن و از طریق شبکه آبادان این بازی رو دو تیم سمت راست، صنعت نفت سمت چپ، سعید ابراهیم پور، کیخسرو سیاپور، محمد امینی، سید علیرضا ابراهیمی، محمد شریفی، مرداد بایرامی، هادی رفسنجانی، سامان مهرابی زاده، رضا زاهد تبار، رضا آذری و محسن انبساطی بازی میکنند. صنعت نفت آبادان هم که الان توپ رو در اختیار دارن با کوروش ملکی، قهرمانی، علیاری، خراسانی، هدایتیان، شنانی، لطفی، کمندانی، مقانلو، سیفی و کریم زاده بازی میکنن. نیمه نخست 0-0 مساوی و شنانی و فراز کمالوند از صنعت نفت، مهرابی زاده و انبساطی از داماش کارت زرد رو گرفتن. ببین در نیمه دوم چه اتفاقی میفته. نتایجی که رقم خورده در هفته دوم برای نفت آبادان خیلی خوبه. شکست مثل شهر بابک در شیراز مقابل شهر راز، در صورت برد نفت آبادان نفت صدرنشین میشه امشب. فرصت برای نفت، خطاست. برگزار میشه. اینجا بود خراسانی حرکت کرد در گوشه محوطه جریمه و خطایی که مرتکب شد رضا آذری. شنانی و خراسانی جدا میشه. شنانی میخواد بفرسته خط دفاعی دو نفره رضا زاهد تبار و رضا آذری چیده میشه. این دو بازیکن فاصله 10 یاردی باید رعایت بشه، 9 متر و 15 سانتی متری. و شنانی کنارش متین کریم زاده هم هست. سرزن ها اومدن جلو. 4 بازیکن نفت آبادان در محوطه جریمه هست. رها میکنه شنانی تا متین کریم زاده با پای چپ مستقیم ضربش رو زد. نتایج رو مرور بکنیم. این بازیکن شهرداری آستارا مساوی کرد با نیروی زمینی مثل سونگون، در تبریز باخت از فجر، مثل کرمان نفت مسعود سلیمان 1-1 شد. آریو اسلامشهر با پارس جنوبی 1-1. سایپا 1-0 شهرداری نوشهر رو برد. شهر راز موفق شد صدرنشین رو متوقف کنه. برای صنعت نفت آبادان خیلی عالیه. پالایش نفت بندرعباس 2-1 از بعثت کرمانشاه جلو هست. این نتیجه برای نفت آبادان خوبه. دقیقه 80 هست. در آبادان هم صنعت نفت و داماش نفت یک نیمه سرتر بازی کرد و همه کار کرد به جز گل زدن. 11 گل داشتیم. ببینیم گل 12 در آبادان زده میشه یا در بندرعباس. پرگلترین بازی در بندرعباس 2-1 3 گل داشته. بقیه بازی ها مساوی بوده یا 1-1. یه 2-0 هم داشتیم. سعید ابراهیم پور پرونده هفته نهم بسته میشه با بازی صنعت نفت داماش گیلان. میشه گفت آخرین بازی این هفته است. دیروز یه بازی پیکان 1-1 کرد با نفت و گاز در تهران. امشب هم 8 بازی و مجموعاً 13 گل هفته نهم داشته.
به هموطنان گرامی، مهد دست کرده برای صدر امشب. سیفی، علیاری، لطفی، باز هم نفتی ها پشت محوطه جریمه. خراسانی، موقعیت برای نفت آبادان، ضربه که زده میشه، باز هم خطرناک زد. این مرتضی خراسانی است. مهاجم 27 ساله‌ای که 3 گله است. سابقه حضور در تیم‌های ذوب، شهر خودرو، پارس جنوبی رو داره. در خط حمله نفت آبادان قهرمانی سری بازی رو شروع میکنه. زاهد تبار برگشت داد. توپ در اختیار هدایتیان هست برای صنعت نفت. خطای هند. اشاره کرد که توپ به دست خورده آقای عباسپور. جهان شالو و کمالوند هر دو ایستاده بازی رو دنبال میکنن. 3 امتیاز حساس برای این بازی. صنعت نفت به دنبال صدرنشینی. داماش میخواد حداقل 2 پله بیاد بالا. البته پالایش و شهرراز بردن. کمندانی، قطع ارتباط از ابراهیمی. باز هم کمندانی. مجتبی لطفی، هدایتیان، به زیر توپ میزنه محمد شریفی. ضربه سر قهرمانی کاپیتان لطفی. اثر گذاشت. هدایتیان کنارش هست، جا میذاره. یه بار دیگه امینی. ارسال، قطع ارتباط از قهرمانی، دور میکنه. بازیکن نفت آبادان از دروازه بیرون میاد. ابراهیم پور و خطای خراسانی رو اعلام میکنه روی ابراهیم پور. کاملا مشخصه، میگه بلند شو. اتفاقی نیفتاده. نیمه نخست 1-2 بار زمان رو کش. اینجا کاملا مشخصه، میگه این توقف هایی که داره انجام میشه و با خراسانی هم صحبت کرد از راه دور. قهرمانی امشب جدول خیلی تغییر میکنه، به خصوص اون چارتای بالا در رأسش همین صنعت نفت هست که میتونه بیاد صدر. لطفی امشب کاپیتان نفت آبادان هست در قیاب بغلانی که رو نیمکت هست. علیاری، تعویضی در راهه. فرشاد هاشمی قرار بیاد داخل. محمد مهدی خانی و فردین نجفی
3 بازیکن قرار بیاد داخل. نجفی، مهدی خانی و هاشمی. توصیه‌های لازم از جان شاهلو. پرتاب بلنده روی تیر اول. کمندانی اثر گذاشت، فرصت برای بازیکن داماش، برخورد کرد به خط دفاعی. هر کس میرسه یه ضرب میزنه پشت محوطه جریمه. ضد حمله برای نفت آبادان میتونه شکل بگیره اگه قدرشو بدونن نفت آبادان. ضرب توپ زیاد بود و ابراهیمی توپش رفت بیرون. رضا زاهد تبار جای خودشو به مهدی خانی میده. رضا آذری و سامان مهرابی زاده، یه بازیکنی که کارت زرد گرفت مهاجم بود، جای خودشو به فردین نجفی میده. فرشید هاشمی هم که رفت داخل. این 3 بازیکنی که رفتن داخل به جای مهرابی زاده، زاهد تبار و آذری. نجفی، مهدی خانی و در 3 زمان میشه انجامش داد. توپ گرفت فردین نجفی. توپ در اختیار کمندانی است. قطع ارتباط انبساطی. نجفی. 1 ساعت گذشته. 0-0. هادی رفسنجانی. رضا زاهد تبار با شماره 70 و رضا آذری با شماره 77 از بازی خارج. به جای آنها فردین نجفی با شماره 7. گوینده ورزشگاه هم اعلام میکنه تعویض‌ها رو. فرشاد هاشمی با شماره 88 بازی میکنه. فرشاد هاشمی، مهدی خانی و فردین نجفی به جای آذری، زاهد تبار و مهرابی زاده بازی میکنند. صنعت نفت با همون ترکیب داره بازی میکنه 1 ساعت. لطفی ریسک نمیکنه، به زیر توپ میزنه برای خراسانی. ضربه هادی رفسنجانی و قهرمانی که میاد پرتاب انجام میده، رها میکنه تا باز هم مقالو میخواد پرتاب بلندی رو انجام بده. تماشاگران منتظر گل هستن در ورزشگاه تختی آبادان. باز هم مقالو، باز هم یه پشتک، فرصت برای نفت، اجازه نمیده اوور بازی رو شروع بکنم. خود مقالو اومد راه سیاهپور رو بست. تعویضش 2 تاش تو هافبک ها بود، یکیش مهاجم بود. فرار بایرامی سمت راست حرکت کرد. مقالو با اون حرکت میکنه، توپ از خط عبور کرده برای صنعت نفت. سمت چپ زاهد تبار رو آورد بیرون، جایی که هدایتیان خیلی خوب حرکت میکرد و جا گذاشت چندین بار.
آذری رو در خط میانی و سامان سهرابیزاده که یک کارت زرد گرفته بود آورد بیرون. هدایتیان، قهرمانی، مجتبی لطفی به عنوان آخرین مدافع داره کار میکنه. مجتبی لطفی برمیگردونه ابراهیمی، فرصت برای صنعت نفت هست. خراسانی، موقعیت برای نفت آبادان. شنانی، ارسال بلند، فرصت برای گل نفت آبادان و سیفی. مقدار ضربش کم بود. محسن سیفی بازیکن گلزن نفت آبادان. کریمزاده فرستاد، اینجا بود از روی سر محمد ابراهیمی ضربشو زد. فردین نجفی با شماره 7 دایره میانی میاره سمت چپ. مرور بکنیم سال کریمزاده رو روی سر مدافع پرید و ضربشو زد سیفی. چند موقع خوب رو از دست دادن نفتی آبادان، کاملا سرتر بودن در این یک ساعتی که گذشته صنعت نفت آبادان. یکی دو بارم کوروش ملکی دو شوت خوب رو گرفت از بازیکنان داماش. تکل خوب از قهرمانی، اجازه نداد توپ بیرون بره. یه بار دیگه لطفی، علیاری، مغانلو، تک ضرب، خط دفاعی. یه بار دیگه کاپیتان لطفی، کمندانی، توپ بلند، فرصت برای صنعت نفت هست و مرتضی خراسانی به تو میزنه پشت محوطه جریمه. تک زده میشه، موفق نیست. نفتی ها موفق تر عمل میکنن. ارسال، یه بار دیگه فرصت برای هدایتیان پشت محوطه جریمه. فرصت برای نفت آبادانو در بین راه تو برخورد میکنه به خط دفاعی و ضربش گرفته میشه. اینجا بود رو به عقب ساخت پرداخته کرد هدایتیان. شوتی که زده شد توسط مغانلو برخورد کرد به علیرضا ابراهیمی و در اختیار ابراهیم پور قرار گرفت. اینور ملکی، لطفی، قهرمانی، هدایتیان. 4 تیم 17 امتیازی در بالای جدول هستند و الان صنعت نفت میتونه فاصلش رو زیاد بکنه با مثل شهر بابک، پیکان و فجر و آریو اسلام شهر. جام حذفی هم نفت در یزد با شهید قندی بازی میکنه هفته آینده. هفته دهم یک شنبه 20 آبانه مرحله سوم جام حذفی برگزار میشه. فرصت برای سیفی، موقعیت برای گل نفت آبادان. همه کار داره میکنه سیفی، همه چیز مهیا بود. پرتاب برای نفت آبادان هست. یه بار دیگه نفت آبادان، قطع ارتباط از خط دفاعی. پشت مدافعین فردین نجفی، مغانلو با اون حرکت میکنه، اجازه نداد رو به جلو حرکت بکنه. بایرامی نتونست کاری کنه. کمندانی موفق تر عمل میکنه توی عمق برای خراسانی، توپ گیری میکنه. باز هم کمندانی
فرصت برای صنعت نفت. شنانی به تو میزنن، گوشی محوطه جریمه. خطا برای صنعت نفت هست روی کار خوب تیمی و انفرادی نفت. کنارش حرکت کرد علیاری، مجبور شدن شنانی تکنیکی رو بزنن. کادر فنی نفت آبادان بلند شده که میگه کارت داره این حرکت. آقای مازیار، آقای تاجدار، شریفی نسب، آذرنیا میگه با سوت من ضربه زده بشه. آقای عباسپور. دقیقه 69. ببینیم چه کار میکنه صنعت نفت با این توپ در پنجمین بازی خانگیش. مسی کرمان، شهرداری آستارا، فجر سپاسی باختن در آبادان. مثل سانگون مساوی گرفت چون بازی هم نفت میتونست ببره و این بازی پنجمه. احساس ناراحتی میکنه کاملا. مشخص کادر فنی امید شریفی نسب میگه که دارن وقت تلف میکنن و بازی رو دارن نگه میدن. گروه پزشکی باید بیاد داخل. یه بازیکن رو آوردن میخوان بیارن داخل. محمد سجاد گلی به گلی قرار بیاد داخل. فراز کمالبند. صدای امید شریفی نسب کاملا مشخصه، میگه ما وقت رو گرفتیم. آقای شاملی رئیس هیئت فوتبال آبادان هست. به هر حال هیئت فوتبال برگزار کننده مسابقات هست. محسن انبساطی بود. فرصت برای نفت. یه بار دیگه نفت آبادان. ضربه‌ای که زد همه چیز مهیا بود برای گل صنعت نفت آبادان. شنانی زد، مش کرد. ابراهیم پور در برگشت. کمندانی به این شکل ضربه‌شو زد. این حسین شنانی است، همچنان کنار خط گلی به گلی. باید انبساطی بره بیرون، از همون سمت رفت بیرون. یه کارت زرد رو داشت. محمد شریفی رو در تصویر میبینید. این هم محسن انبساطی است، بازیکنی که خدمت عرض کردم یه کارت زرد گرفت، سابقه حضور در ملوان رو داره. این بازیکنی که در خط میانی در کنار آذری و شریفی و بایرامی کار کرد. 3 تا از 5 هافبک رو آورد بیرون. آذری، انبساطی و زاید تبا رو. بایرامی و محمد شریفی با تجربه موندن از هافبک ها. 4 تعویضی که 3 تا هافبک بود، یه دونه مهاجم. نفت همچنان نایچپور، بچاری، بغنانی، محب نژاد، مرادی و سالاری با معامله‌گری رو داره بتونه استفاده بکنه. قهرمانی، هدایتیان، گوشه زمین، توپ به بیرون رفته. بله حرکت کرد اونور محمد امینی و یک کارت زرد به این دروازه‌بان سعید ابراهیم پور. چند بار زمان رو نگه داشت و این بار دیگه کارت زرد رو گرفت از آقای عباسپور.
مهرابی زاده و انبساطی که رفتن بیرون کارت زرد گرفتن. ابراهیم پور که در چارچوب دروازه است دو سه واکنش خوب رو نشون داد. اینجا بود که کارت زرد رو گرفت روی تعلل و بالاخره بازی رو شروع کرد. مغانلو ضربه سر رو میزنه. ضربه سر ابراهیمی در برگشت. علیاری برای کمندانی. مغانلو، کمندانی، شنانی، کریمزاده. تو برخورد کرد به مهرداد بایرامی. متین کریمزاده. یه بار دیگه کمندانی، علیاری، لطفی. نبض بازی دست نفتی هاست. چشم نواز بازی میکنه نفت نمیشه. ارسال برای خراسانی. قهرمانی. قابلیت رو داره در چند پست بازی بکنه این قهرمانی. بازیکنی که از شمس آذر اومد نفت در لیگ برتر بازی کرد. متین کریمزاده پا عوض میکنه اینور. مغانلو، سیفی خیلی خوب جا گذاشت. خطا برای نفت. یک کارت زرد گرفت بالاخره شریفی. 4 کارت زرد در مجموع 6 تا. 2 تا سهم نفت، 4 تا سهم داماش. جنای بازی رو عوض میکنه قهرمانی. پاس عالی، موقعیت برای صنعت نفت. هم به کرنر میده مدافع داماش. متین کریمزاده و تعویض‌هایی که برای صنعت نفت آبادان قرار انجام بشه. بابک مرادی، شهرام سالاری با تجربه ها قراره بیان داخل در این گروه آخر. ارسال بلند، فرصت برای صنعت نفت. پشت محوطه جریمه کمندانی تو برخورد کرد به نجفی. اینور موفق‌تر نفتی‌های آبادان. هدایتیان خیلی خوب کار میکنه. از پشت زد. یک کارت زرد به بایرامی. اینجا بود خیلی خوب کار کرد هدایتیان. فرستاد برای مغانلو. از پشت قیچی کرد مهرداد بایرامی. سیفی جای خودشو به بابک مرادی میده. شنانی خیلی خوب بود. شهرام سالاری به هر حال لازمش داره شنانی رو. یه کارت زرد گرفت. صنعت نفت بعد از اینکه بره جام حذفی یزد، بعدش میره تهران با نیروی زمینی. بازی ادامه داره. 77 دقیقه. گام‌های بلند. یه بار دیگه امینی از راه دور بی نتیجه است. فرشاد هاشمی ضربش رو زد. توپ در اختیار
بازیکن صنعت نفت آبادان هست. امیدوارترین شهر در رقابت‌های لیگ آزادگان الان آبادانه. در صورت برد میتونه ماراتون 34 هفته‌ای هست که نفسگیر هست و در پایان 2 تیم مجوز صعود به لیگ برتر رو میگیرند و 3 تیم هم سقوط خواهند کرد به لیگ پایین‌تر. برای سطح 2 فوتبال کشورمون لیگ آزادگان هست، یکی از قدیمی ترین لیگ های معتبر فوتبال ما هست. کمندانی تعویض بعدی داماش هم قرار علی خدایی باشه. 5مین تعویض آقای جان شالو به جای بایرامی. بازیکنی که کارت زرد رو گرفتن به نوعی آورده بیرون از 5 تا هافبک، از اون ور رفت بیرون. بایرامی با تجربه، سالها در سطح اول فوتبال کشور شما بازیاشو دیدی، از پرسپولیس و تراکتور و گسترش فولاد، ماشین سازی، برای خیلی تیم ها بازی کرد. این مرداد بایرامی از 5 تا هافبک 4 تاش عوض کرد. بایرامی، آذری، انبساطی و زاهدپور آورد بیرون. سامان مهرابی زاده هم که مهاجم بود. تغییراتش بیشتر جلو بوده. فقط محمد شریفی مونده از اون 6 تا. توپ در اختیار نفتی هاست. دقیقه چند؟ 80. باز هم قهرمانی. کنارش هدایتیان هست. پا عوض میکنه بابک مرادی، همین بازیکن که توپو گرفته. ارسال بلند، توپ در اختیار این دروازه‌بان سعید ابراهیم پور. بایرامی، مهرابی زاده، زاهد تبار، آذری و انبساطی جای خودشون به نجفی، مهدی خانی، قلیبی ولی و خدایی و هاشمی دادند. توپ رفت بیرون. قهرمانی بود. نفتی ها هر چی دارن باید رو بکنند. 10 دقیقه مرادی و سالاری اومدن به جای شنانی و سیفی. یک کارت زرد دیگه این بار به محمد امینی. 6 تا کارت زرد داشت. کیخسرو سیاهپور میخواد پرتاب بلندی رو انجام بده. خیلی باید مراقب باشن در این دقایق نفت آبادان. در محوطه جریمه محمد امینی موفق در نفتی های آبادان. کمندانی پاس خوب پشت مدافعین. هدایتیان خیلی خوب جا میذاره، اعتقاد به خطا نداره آقای عباسپور. خوب حرکت کرد مرداد هدایتیان. پاس عالی کمندانی اینجا بود، میخواست جا بذاره ابراهیمی رو بین سیاهپور و ابراهیمی. پرتاب برای زردپوشان دیار اروند. قهرمانی. پرتاب به روی دروازه. یه لحظه رو به عقب میرفت کار دستشون بده. باز هم خودشون انداخت برای چندمین باره. یه کارت زرد رو گرفته، سری بلند میشه دیگه. سعید ابراهیم پور. داماش تا این لحظه
به چیزی که میخواسته رسیده. یک تساوی ارزشمند در آبادان مقابل صنعت نفت. تیمی که خدمتتون عرض کردم استاد تساوی است، به خصوص در بازی‌های خارج از خونه موفق شده یه بارم یه برد 3 امتیازی بیاره در مسجد سلیمان مقابل نفت. یه باخت داشته مقابل مثل شهر بابک، یعنی از 4 تا بازی 2 مساوی کرده، یه برد یه باخت، تا الان هم که مساوی کرده. فرصت برای نفت آبادان. خطاست. 84مین دقیقه. همچنان نایشپور و بچاری و بغلانی و محب نژاد و معامله‌گری دارن گرم میکنن. خطا روی مهدی خانی بود. خطا برای صنعت نفت. یک کارت زرد دیگه. یک کارت زرد دیگه به مهدی خانی. چقدر کارت زرد گرفتن؟ 7 تا کارت زرد روی این صحنه. خطا روی قهرمانی نزدیک به صحنه بود آقای عباس بود. توپ در اختیار نفتی هاست. دقیقه 84. توپ رو اجازه میده که بره بیرون. این گلر داماش، حرکتی که انجام داد شهرام سالاری و حرکت نمایشی این گلر رو یه بار دیگه شروع مجدد. هدایتیان رو به عقب. ملکی هر خط دفاعی که اشتباه بکنه دیگه جبرانش خیلی سخت میشه، چون زمان زیاد نیست. چنانچه فوتبال تا ثانیه‌های پایانی امید دارن هر کسی و هر بازیکن و هر تیمی و هر طرفداری. یه بار دیگه ابراهیم پور. چهره‌ای که زیاد در تصویر دیدید. زیاد توپ گرفته یا توپ از روی دروازش رفته. خطا روی کاپیتان صنعت نفت لطفی. سریع بازی رو شروع میکنه لطفی. یه مدت لیگ اندونزی هم بازی کرد. تیم‌های خوزستانی خیلی بازی کرد. استقلال خوزستان، نفت مسجد سلیمان و حالا صنعت نفت. حرکت در سمت چپ هست توسط کریم زاده. لطفی. هدایتیان. قهرمانی. باز هم لطفی. خراسانی. کمندانی. جنای بازی رو میخواد عوض کنه سمت راست. خوب هم عوض کرد هدایتیان و توپی که بی نتیجه است. خوب حرکت کرد. جنای بازی رو خیلی خوب عوض کرد و بر کمندانی. واقعا طراحه این کمندانی با تجربه بالای خودش. خیلی خوب توپو میچرخونه سمت چپ و راست و بازی سازی رو انجام میده. کمندانی در کنارش مقانلو هست. ضربه سر لطفی. بابک مرادی. مقانلو. 87 دقیقه. صنعت نفت به دنبال 4مین بردش در آبادان و 6مین بردش در لیگ هست.
باز هم هدایتیان، ارسال بلند پشت محوطه جریمه، تک ضرب خراسانی یه دور کامل میزنه، یه بار دیگه مغانلو، متین کریمزاده میخواد به تو بزنه، یه بار دیگه کمندانی، ارسال به روی دروازه، کف دست ابراهیم پور اجازه نداد. خطا برای نفت آبادان هست، سری بازی شروع میکنه قهرمانی، اعتراض کادر فنی داماش، بازی ادامه داره پشت محوطه جریمه. کمندانی احساس ناراحتی میکنه، اعتراض کادر فنی و کورش غریبی ناظر بازی صحبت میکنه با اعضای کادر فنی، یک کارت زرد رو میده به احمد احمدی یا سعید آیین مربی گلرها. کارت زردها خیلی زیاد شده، یه برم خیلی شلوغه. کنار خط هفته دهم 20 آبان پیگیری میشه بعد از جام حذفی. پرتاب برای نفت آبادان هست، دقیقه 90 هست، یعنی چند دقیقه زمان طرف شده رو در نظر میگیره آقای عباسپور و یزدانی نشون میده. مغانلو یه بوسه بر توپ میزنه و پرتاب بلند روی تیر دوم، فرصت برای نفت آبادان هست، مش میکنه پشت محوطه جریمه، کسی نبود بخواد در ریباند بخواد ضربشو بزنه. کیخسرو سیاهپور پشت مدافعین باید مراقب باشن. نفت آبادان خروج عالی ملکی، یه لحظه اشتباه کرد اینور 5 دقیقه، اونور یه لحظه توپو گم کرد. فکر کنم باید خیلی مراقب باشن روی ضد حمله‌ای که انجام میدن تیم داماش. اینجا بود که از دروازه بهترین کار رو کرد ملکی، پشت سرش حرکت کرد و یه لحظه توپو گم کرد ملکی. کمندانی، علیاری، مرادی، خراسانی، فرصت برای صنعت نفت، موقعیت برای نفت آبادانو. کمجون ضربه این بازیکن بابک مرادی، استقلال هوادار بازی کرده. خراسانی فرصت برای صنعت نفت، به تو میزنه، یه خطا گرفت در گوشه محوطه جریمه مرتضی خراسانی. از بین دو بازیکن حرکت کرد، مجبور شد فرشاد هاشمی و کیخسرو سیاهپور نگرش دارن. 2 دقیقه گذشته از 5 دقیقه. متین کریمزاده که بیشتری توپا رو میزنه، میخواد ببینید کادر فنی اشاره میکنن که کدام بازیکن پشت توپ قرار بگیره. یک موقعیت حساس برای صنعت نفت.
و متین کریم زاده وارد سومین دقیقه شدیم. فاصله باید رعایت بشه. چیده شدن خط دفاعی دو نفره سرزن ها آمدن جلو. کمندانی پشت محوطه جریمه هست. ارسال، فرصت برای صنعت نفت، دور میکنه و پرتاب برای نفت آبادان هست. چقدر اعتراض میکنن. یه بار دیگه اعتراض. بازی ادامه داره. بابک مرادی یه از اشتباه کرد. لطفی ارتباط قطع کرد. کمندانی کاملا مشخصه. کادر فنی میگه بفرست توی دروازه. متین کریم زاده توی عمق، تک ضرب. مرادی توپ گرفت. یه بار دیگه بازیکن داماش موفق‌تر بازیکن صنعت نفت آبادان هستن. کمندانی یه بار دیگه مرادی ارسال به روی دروازه. به زیر توپ میزنه امینی. کمندانی، مرادی. کمتر از 1 دقیقه. کادر فنی میگه بریز روی دروازه. فرصت برای صنعت نفت هست. آخرین موقعیت ها برای این تیم. تک ضرب، ارسال، موقعیت برای نفت. بازی ادامه داره. تو یه لحظه به دست برخورد کرده یا نه؟ علیاری به ساعت خودش نگاه میکنه. آقای عباسپور، هدایتیان، ارسال بلند، فرصت برای صنعت نفت. چی میشه تکلیف این توپ؟ موقعیت برای نفت آبادان. 5 دقیقه تمام شده است. توپ در اختیار داماش هست. توپ برای نفت آبادان باید پرتاب بشه. اعتراض داماشی ها. توپ بلند و در اختیار ابراهیم پور قرار میگیره. همه چیز مهیا بود برای نفت آبادان. تساوی نفت آبادان در آبادان در 5مین بازی خانگی. درگیری اونجا پیش میاد. نفت آبادان 18 امتیازی میشه. فعلا میره صدر جدول با توجه به باخت مثل شهر بابک. فعلا نفت آبادان صدرنشینه. هفته آینده میره یزد با شهید قندی جام اسیمی مرحله سوم و 20 آبان در تهران با نیروی زمینی بازی میکنه. خیلی متشکرم، خیلی ممنون. صنعت نفت آبادان 0، داماش گیلان 0. شاد، پیروز، سربلند باشید. یا علی، خدا نگهدار.